در فرم تحقیقات میان، به خاطر تحقیق میکنن، ریسرچ میکنن و تست اصل در اینجا انجام میشه. اصلا اگر زنبور اصل باشه شما میتونین 5 کیلو بادام بگیرین، اگر زنبور اصل باشه 5 کیلو میتونین، اگر زنبور اصل باشه 50 کیلو بادام میگیرین. این قا اصلا بلند میبره. از یک گل در دیگه کسا گل نر ماده داره، وقتی زنبور اصل شش القا صورت میگیره، باردار میشه. نه زنبور چه سر نمیگذونه. خب این زنبور نر اصل که نام خود ملکه را بی. بله بله. و یگانه اشتباه فارمدار در کجاست که زنبورش فرار میکنه؟ گوناگون و اصل تا فعلا جمع شده دایی نشده؟ سفید است اینو، سفید است. خب معلوم شد. بله اگر در بله این اصل است و بسیار اصل مزی خاص داره. دار بگیرید بهتر میباشه دیگه. از فارمدار بگیرید. بله و اگر که ملکه رو نوش نشانی کرده گسیم دیدید؟ بله این هم زنبور ملکه است که کاریگر فقط کار میکنه، ملکه هم گرد افشانی میکنه. درست است؟ ملکه صرف تخم گذاری میکنه. پاچه صندوق میباشه. افغان لنز در همه جا با شماست. به نام پروردگار بی‌نیاز، سلام و درود دارم خدمت شما که ما رو بیننده هستین از چینل یوتیوب افغان لنز. دوستان باز هم من مطیب الله صالحی هستم و بعد از یک مدت طولانی البته در خدمت شما ایزا قرار دارم و دیگه یک مدت نبودیم در برنامه ها و خوشبختانه امروز باز هم سر زدیم. البته در شما که یک وعده که داده بودم پیش تغرل جان قبلا آمده بودیم و یک ویدیو کوتاه بر شما ایزا تهیه کرده بودیم. امروز خواستیم که برنامه را تکمیل بسازیم و راجع به زنبور اصل، فارم اصل و چگونه زنبور نگهداری میشه و همچنان زنبور ملکه کدام زنبور است میخوایم رو من ببینم و به شما ایزا هم به تصویر بکشم زنبور کارگر چی کار رو انجام میده. تمامش در این برنامه شما بیننده باشین و همچنان افغان لنز لایک کنین، سابسکرایب، کامنت را همچنان فراموش نکنین. در خدمت شما هستیم و در کنار ما تغرل جان دیگه یکی از زنبورداران در ولایت بلخ البته سمت شمال است که بی‌عزم همیشه وقت پیش دوستا میاین به خاطر ثبت برنامه و ما هم خوشبختانه همراهش هماهنگی کردیم. آمدیم امروز در فارمش که ماشاءالله میبینین خیلی سرسبز و شاداب است و خودش هم که ماشاءالله شاداب است. ببینیم برنامه های متفاوت ثبت کرده با رسانه های مختلف و امروز برای ما هم فرصت داد تا با شما هم یک برنامه ثبت کنیم. همراه خودش یک بار معرفی میشیم، خود بر شما معرفی میکنه و بعدش هم میریم به طرف زنبور اصل. به نام خداوند بخشاینده، اسم تغرل نقشبندی است. یک تن از زنبورداران ولایت بلخ است. مدت 30 سال میشه زنبورداری میکنم من و این فرم است اکثرا فرم تحقیقاتی است. فعلا 100 کندو زنبور اصل داریم. ما دو نسل است، یک نسلی که است لوجستیک است دیگه تربت میگن، یکی دیگه خفقوزی است. این نسل است بهترین مقاومت داره در خود ولایت بلخ است و از دیگه تولید اصل است و از دیگه تولید راجیری است و خود تکثیر زنبور اصل است و خود درباره امراض زنبور اصل است. ما در فرم تحقیقات ما انجام میدیم و ولایت بلخ در سمت شمال است. اکثریتی که مسئولین است و دیگه کسانی که در فرم تحقیقات میان به خاطر تحقیق میکنن، ریسرچ میکنن و تست اصل در اینجا انجام میشه. اصلایی که است تقلبی است یا اصل طبیعی است. درباره ما صحبت میکنیم در مردم و امروی کارمندای که دولت است اکثرا از مسئولین است دیگه بعضی نفرایی که کارهایی که پرکتیک دارن، کارهای عملی دارن. ما امروز همکار هستیم و در خدمتشون هستیم. کار سلامت زنده باشید تغرل جان و ماشاءالله لباس که میبینین که لباس کسایی که فارمدار است البته در فرم تحقیقاتی میان دیگه اینم رقم لباس میپوشن و نگفتی تغرل عزیز که نمی لباسا را به خاطر محافظت از زنبور میپوشه؟ ایتو سناقب جون در قدم ول در فرم که داره که امروز زنبور اصل زیاد است. بعض گوناگون امروز است در محیط می باشه. هر فرم باشه باید لباس داشته باشه، با لباس پوشیده شه و بهتر می باشه. و دیگه زنبور اصل است اکثرا لباسایی که زرد باشه مثلا سفید باشه بسیار خوششون میاد و اگر لباسی که سیاه باشه زنبور میتونه حمله کنه و دیگه چیز کنه. کاری که فعالیت میکنیم با زنبور اصل مشاهده میکنین ان شاء الله به خیر و خوبی ان شاء الله میبینین. تشکر، سلامت زنده باشی. میریم به طرف البته کندوی اصل یا کندوی زنبور اصل که اونجا زنبور
اصل خود را تولید میکنه. درست است؟ بله خوب است. باز مالکیش نشان میتیم زنبور مال کارگر چه وظیفه داره و امروزایشون است بعد چیزا است و سامانات ال زنبور است هم میشه ان شاء الله بعد چی میبینیم بخیر ان شاء الله میریم. فهمیدم از جای دل اویی است که زنبور اصل هم نسل های متفاوت داره. البته این نسل قفقازی درست؟ نسل قفقازی است و نسل قفقازی است مقاومت آب هوای مزار بسیار خوب است. از نگاه ملکه تخم گذاریش خوبتر است. اکثریتی که فهمیده میشه که ملکه روزانه 1000 تا 2000 تخم گذاری میکنه و دیگه یگانه چی است نسل که ما نسلی که کارنیکا داریم، نسلی که ترپت داریم، نسلی که است ایرانی است، پاکستانی است و خود مزار شریف نسل قفقازی نتیجه خوب داده است. جمهوری اصلش خوب است و دیگه نظم دیسپلین خود صندوق خوبتر می باشه. پیش از فعالیت میکنیم اول دوت میکنیم. دوستان عزیز، بیننده های گرامی، قسمی که بر شما گفتم من کاملا آماده هستم. میبینید که دستکش های مینی و همچنان کلاه مینی که زنبور نگزه و تقرل جان با یک همکاری خیلی خاصی که امروز ما کردید دیگه دودکش جور کرده که ویر از پیش پرسان میکنم که همین دودکشی که جور کرده به خاطر چی است؟ تقرل عزیز این نمیده بر ما بکی صاحب دود به خاطری میکنیم زنبور گزیده نمیتونه و دیگه در خطومش اصلا میگیره. وقت باز زنبور که در خطومش فکر میکنه که دشمن است باز او گزیده نمیتونه. باز ما با خوبی با آسانی ملکه را و چیک میکنیم، امروزا را چیک میکنیم، گزیده نمیتونه زنبور و دیگه دود بهترین چیز است. به خاطر ما در داخل دود تنباکو میندازیم و دیگه لطه است. تنباکو یگانه چیز آری از امروز است، میتونه مرضا را کم کنه. اسپند میندازیم ما بسیار دوایی می باشه و دیگه می باشه و وقتی چک کردیم تو زنبور که نمش پایین رفته صدای زنبوران بلند شد دیگه. بسیار خوب. و بعد دیگه شما گفتین که ملکه بله بله یعنی این ملکه است. کدام ملکه؟ ملکه است نه یعنی ملکه است. باشه که ما هم در جستجوی ملکه هستیم که ملکه را پیدا کنیم و بر شما که خارج از افغانستان هستین و یا هم داخل افغانستان زندگی میکنین و دوست دارین که بدانین اصل چگونه تولید میشه. خب ملکه است اینه دست مبته؟ نه باشه این دست تو بگیرین. خب از جای دل این هم زنبور ملکه زنبوری که کاریگر فقط بینمی زنبور کار میکنه. درست است؟ خب بسیار خوب. تقرل عزیز ایره رنگش خود شما ما رنگ مطابق با چیز میکنیم. ما دستال میکنیم سال 1404 است. ملکه است این سال است و عمر ملکه است. ثبت راجستان داریم، تذکره داریم. ما خود ملکه است. خود ملکه کارت شناسی شما است. رنگ ملکه است این قسم از تاریخ ملکه تولد شده. اصل تولید سریع شماره شناسی ملکه است و عمر ملکه چقدر است. یعنی و این هم بگیش تذکریش است درباره این ملکه معلوم میشه. نمبر ثبت 4 صندوق ما و ملکه عمر چقدر است، تخم گذاری چه است و اصل چه است. این را باز میتونیم واسه کندوهای صندوق‌های کلان این را گنجایش بدیم تخم گذاری کرد. بسیار صرف این صندوقچه تربیه ملکه است. ملکه را تربیه میکنیم یعنی تخم گذاریش خوب چه باشه چیز باشه. اگه ملکه که گزندوک باشه او را انتخاب نمیکنیم. ملکه که تخم خوب بده او را انتخاب میشه. سالی صاحب بسیار خوب. تقرل عزیز از این بر ما بود که
زنبور ملکه چقدر عمر داره؟ زنبور ملکه است طول زندگیش است یک بار عروسی میکنه با 25 زنبور نر عروسی میکنه طول زندگیش است. وقتی که 100 متری و 200 متری زنبور ملکه با کراس دختر از پرواز میکنه با 25 زنبور با عروسی کرده آخرش به اینجا میاد. وقتی که عروسی هم میکنه زنبور نر تلف میشه میموره. بعد که آمد باز کارگر است در داخل صندوق پیرادار است. روز سوم باز تخم گذاری شروع میکنه ملکه 2 سال یا 3 سال عمر میتیم چرا که گنجایش اسپرمیتیداست تا 1000 اسپرم گنجایش داره. سالی صاحب بسیار خوب بسیار خوب. و زنبوری کارگر است تمام کار از کارگر میگه. زنبور نر مفخور میباشه سالی صاحب. زنبور نر مفخور میباشه و همین کارگر داری میکنه. تمام زنبور کارگر خودش نر است در اصل یا همو ماده است چی است؟ زنبوری که کارگر هم میفهمه که خنثی است. مثلا به زنبور وقت بین هر دو قرار داره. اگر مثلا ملکه نباشه زنبور کارگر میتونه تخم گذاری کنه تخمش نر میبراید دیگه. و وقتی بازی در درد ما نمیخوره وقتی که چیزا شد زنبور نر وقت در درد ما نمیخوره و دیگه شما قسمی که میبینید زنبور بسیار آرامش است و دیگه مفاوید زنبور اصل است پروپولیس است و خودش از همه مهم گردافشانی است. بلندبرداری حاصلات و میوه‌جات از طریق گردافشانی میکنه. حاصل بلند میبره زنبور اصل. هر باغدار باشه هر چیز باشه باید یک دوست در جریب یک کندو زنبور ضرورتی است. بسیار خوب تشکر. سلامت زنده باشین. این دودخانه است چی میگن؟ دودپم میگن. دودپم و ما از این دودپم هم میخوایم یک بار استفاده کنم. به این شکل استفاده میشه از جایی که شما فرم زنبور داره شاید بهتر بفهمید که شما گفتید که زنبور به خاطری که پولونیشن است گردافشانی میکنه از یک گل تا دیگه گل. مثلا که قسمی که میبینیم میوه ما بهترین میوه شده است چون که علت زنبور اصل در این منطقه بود منطقه‌ای که شیراباد است اکثرا این زنبور است گردافشانی میکنه اصلا برند میبره. و یکی دیگه است سالی صاحب است گلافتا پرست تو که چیز نباشه زنبور اصل نباشه با پولونیشن نمیگه گلافتا پرست خام میبره تو زمین همچون به شکل با زنبور اصل در طول زندگی انسان دو حیات جهان رول اونده داره دیگه. بسیار خوب تشکر سلامت. و یک موضوع دیگه که من متوجه شدم جناب نقشبندی عزیز این است که از ما شاید این متوجه شده باشن که بالای هر کندو یک کارتن مانده. این به خاطر گرمی است یا نه که کدام موضوع دیگه؟ این توش سالی صاحب از درجه حرارت است از رشد زنبور اصل تا 35 درجه رشد زنبور اصل باشه. درجه حرارت شما دیگر باز پوشی میکنیم به خاطر که درجه حرارت چی شوا بالا از 35 یا پایین به 35 درجه بره. و قسمی که شما میبینید که بسیار که هست که هم میگه شده استاک‌های مادری است دیگه نسل‌های خوب است. زنبور اصل سایز و یک جای نمیباشد بود زنبور اصل انتقال داده شود از یک جای دیگه جای است. مو جنتری گل داره سال اول در تاشقرغان است سال دوم است تاشقرغان گلش بادام یا ختم میشه باز تپخته بلخش انتقال میده باز بلخ چارکین است دوره سیم است گل کوهی میباشه. بسیار خوب. یکی زمین کندوار اگر بر ما باز کنیم اون طرف این طرف ابو سایه باشه همون طرف سایه میریم که خدای نخواسته ضرر بر زنبورا نرسه. و اگر نقشبندی عزیز اگر درجه دمای گرمی بالای 35 درجه باشه به زنبور آسیب میرسه. آسیب به خاطر که درجه حرارتی که زنبور اصلا 35 درجه رشد نموش خوبتر میباشه دیگه. گرمی شد میتونه بالاشون خطر شود دیگه. خب بسیار خوب. باز ما به خاطر بالاشون از دست میتونه و نمیتونه باجی به خاطر گرمی هست دیگه چی هست اضافیش هست. پیش از فعالیت که ما میکنیم و اول خوب دود میکنیم میره دود کنیم زنبور گنزه نمیتونه به این شکل است. و دیگه لیمو به خاطر این میمونیم که کسایی که واسه میشه در منطقه دواپوشی صورت بگیره میتونه از میره بره و مولتی ویتامین و دیگه استفاده میشه دیگه. بسیار خوب بسیار خوب. و این جعبه زنبور اصل است از جایی که دیدن خو خیلی خوب و از جایی که تازه میبینن و معلومات برشون پیدا شد که زنبور اصل یعنی به این شکل تولید میشه. به چقدر زیاد زنبور است و یعنی فکر دین ملکه را بازم می‌بینید نسل که بله این نسلی که ایتالیایی است این نسل سرخ است و سیاه رقم بود. نسل فرق میکنه ملکه دین نسل که دقیقاً نسل فرق میکنه. و چی وقت کار کارگر ختم میشه
اصل تولید میشه بالاخره. کارگر فعلا که میبینیم که منطقه گلفته پرست کردگی است، ختم گلفته پرست ختم بشه، وقت ما میتونیم مثلا جمهوری کنیم. بسیار خوب. زمانی که می کندو رو باز کردین یک دو دانه خلطه آب بود، چی بود او را سرش؟ مولتی ویتامین است و به خاطر که چی است تقویت زنبور است و دیگه چی شده است استفاده میشه و دیگه چی است خود بعض منطقه خوراکه باشه باش خوراکه تغذیه میکنیم. بسیار خوب. یعنی یک کسی که زنبورداری میکنه باید اولا دکتری موضوع باشه، درست است؟ بله. همون است یا نه؟ زنبور اصل دشمناش است، گاو زنبور است، بینگک است، پرنده ابابیل است، دشمناش میباشه. ما هر چیز چیش مرضی که زنبور اصل داره کنه داره. یگانه چیز از بین بودن که خود خون چیزاش میبره، زنبور اصل کنه از بین میبره و دیگه گاو زنبور میتونه دشمنای زنبور اصل باشه دیگه. و ما میتونیم ما مثلا در زنبور باشه باید مطلق گاو زنبور داریم، ما از خاطر کنه است ما میتونیم پالتن میمونیم به خاطر که امروز فرمیکاسید است، فرمیکاسید در کدام قسمت مانده؟ یک قسمت بالا مانده میشه به خاطر کنه است، کنه رو میتونه از بند ببره. فرمیکاسید اوکزاکسید است و دیگه است تایمون است استفاده میکنیم به خاطر کنه مرض میتونه از بند ببره دیگه. هر حشره هر حیوان است از خود امروز چه گوناگون داره دیگه. و زنبور اصلا است کنه داره، چیک برود است، فول برود امریکایی است، این مرض است ایصال میشن و دیگه بعضی که دواپوشی در منطقه است. مشکلات اوندی ما افغانستان چی است؟ مشکلات اوندی ما است دواپوشی منطقه است، میتونه بس زنبوران مختلف بوده. ما چند وقت پیش زنبوران تلف داده بودیم به خاطر دواپوشی. بسیار خوب، تشکر. و از جای دل قسمی که بر ما جناب نقشبندی عزیز گفتن، کسی که زنبورداری میکنه البته کسی که فارمدار است و فارمدار موفق چی کسی میباشه؟ البته شخصی که این موارد را البته نقشبندی عزیز یادآور شد، نگهداری درست از زنبور، دیگه محافظت از حشرات گوناگون و اصل تا فعلا جمع شده دایی نشده. سفید است اینو، سفید است. خب معلوم شد. بله اگر در بله این اصل است و بسیار اصل مزی خاص داره. یگانه که از بویش فهمیده میشه، طعمش فهمیده میشه، میتونه در کاغذ توش میپر باتین از اون طرف اگر برآمد اصل خالص نیست، میتونه در او نمیشه اصل و لابراتوار است فهمیده میشه. یک موضوع دیگر بر ما بگو و به جایی که بیننده هستی است که یک شخص اگر بتونه پیدا کنه که اینمی اصل اصلی است، خالص است، چگونه؟ اصل یگانه چی است ما گفتیم از بویش فهمیده میشه. میتونیم یک شخصی که نابلد است یگانه شما چی میگید؟ یگانه چی است از فارمدار بگیرید بهتر میباشه دیگه. از فارمدار بگیرید. بله. و اگر که ملکه رو نوش نشانی کرده گستیم دیدید. بله. این هم زنبور ملکه است که کاریگر فقط کار میکنه، ملکه هم گرد افشانی میکنه، درست است؟ ملکه سر تخم گذاری میکنه، پاچه صندوق میباشه، پاچه است دیگه، سلطان است در صندوق، سلطان است. بسیار خوب. تقریبا یگان جعبه را باز کنین که زنبور هم فوق العاده داشته باشه زیاد. یگان اینی که صفای مادری فعلا است، درجه هوا که هوا سرد است، هوا چه است گرم است و دیگه خودم خوراک جمع کرده است. ان شاء الله بسیار خوب. و آقای نقشبندی راجع به این بر ما میشه شما هم بگوین که تولید اینمی زنبور اصل چگونه است؟ زمانی که اینا مثال نه تکثر نسل میکنن، تکثر یعنی فامیل زنبور اصلا که شما میبینین کندو که زنبور است در چوکات پور زنبور شد، یعنی تکثیر میشه، یعنی گروه میبره، یا گروه میبره در درخت میبره، میتونه زنبوردن وقت بگیره و چون که ملکه یعنی جدا میکنه، یک گنجایش خود صندوق نمیباشه، ملکه جدا میکنه. ملکه که جدا کرد وقت ما میتونیم یک صندوق دیگه بگیریم و دیگه تکثر یه مدل میگه که تکثیر طبیعی است یکی مصنوعی است. طبیعی است خود از طبیعت از درخت میشه، مصنوعی است در چوکات که پور زنبور میباشه ما میتونیم اینا رو تکثیر کنیم. بله باشه که چوکات هم باز میکنه. و یک چیز دیگه که دوستای عزیز ما متوجه شدیم اویی است که در پایین هر صندوق
یک تایر است که زمین رو بالا گرفته و همچنان یک سوراخ اینجا مانده. بله این به خاطر این است سوراخ دروازیش است، دروازه زنبور است رو میدرای میبره دروازه و تایر به خاطر که است مورچه است رطوبت است، به خاطر اینا تایر میمونیم رطوبت و دیگه مورچه ها بالا شده نتونه. یگانه چیز است مثل زمستان است همین جا به جا میشه، رطوبت به خود جذب کردن نمیتونه و دیگه صندوق هم خراب نمیشه. این دروازه زنبور است، ورودیش است و خروجیش است، از اینجا میبرن دیگه. بسیار خوب بسیار خوب، خیلی تشکر. و یه نام خدا نزد چاکو از این میتونیم ما تاثیر کنیم، ما دود کردیم گایزه نمیتونه بگیم. خب از جایی که ما را بیننده هستین از چینل یوتیوب افغان لنس دوستان، ما امروز سر زدیم به فارم زنبورداری عسل، البته جایی که عسل تولید میشه و جناب طغرل نقشبندی همراه ما هستن و راجع به تولید عسل و زنبورای عسل که چند خانواده هست عسل ها بر شما اینجا معلومات میده و طغرل جان هم که با زنبور خیلی زیاد سر و کار داره و هیچ ترس هم نداره ازش. زنبور گزید یعنی سکه نه زنبور چه سه نمیوزونه. این زنبور نرسته سکه نام خود ملکه را بی. بله بله. و یگانه اشتباه فارمدار در کجا است که زنبورش فرار میکنه؟ یگانه مشکلات اوندی که فارمدار است، یکی زنبور فرار میکنه امروز داره صدق، یکی دیگه خوراک نداره فرار میکنه، یکی است صندوقی که به توجهی که امروزا کانه میگیرن چیز میگیرن و دیگه اذیت میشن میتونه صندوقا فرار میکنه. یگانه چی است با تغذیه شود زنبور، یک مشکلات اوندی که هست که یعنی تغذیه داشته باشه سکه اینا هم چوچوش هستن اینا. بله بله اینمی جبهه که اگر برام بتین که خیلی خوب میشه و من هم یک بار به دوستان نمایش بدم که این از جای دل شمایی که زیاد از زنبور میترسین، البته مثل من از زنبور نترسین. زنبور دیگه گهگاه قابل ترس هم میتونه باشه و گهگاهی هم دیگه قابل ترس نیست. قسمی که شما دیدین طغرل عزیز یک زنبور در دهن خود گرفت که نگزید دیگه. البته اون زنبور نر می باشه، درست است؟ و نه زنبور نرسه نه اینو سعی کنین دوستا. نه شما یک بار ببینید. نه زنبور نر نمیگزه. زهر زنبور بهترین دواست، اگه میتونه بزنه بسیاری دوایی و میبره. یعنی همکار ما هم زنبور گزید و دیگه حتما فایده داره، نفع داره و اجزای ما اگر در تصویر ببینین واقعا امو چی میگن زنبور زمانی که در خود خانه میسازه به این شکل است و ما و شما یگان وقت اگر متوجه شده باشیم در خانه های ما اینمی زنبورایی که یگان وقت میاین اینمی گونه خانه میسازن. بله دقیقاً. بله پاچای صندوق دیگه البته سلطان است. سلطان و دیگه پاچای صندوق میشه روزانه 1000 تا 2000 تخم گذاری میکنه. نام خود است که زنبور بسیار خوب است، بسیار فامیل قوی است، امروز نداره، خوراک داره، بسیار خوب است و بسیار مشکل در مزار زنبور دوباره. زنبور یک جای نمیشه، باید انتقال داده شه بهتر است. طغرل جان یک موضوع دیگه میشه که از شما پرسان کنم اویی است که اگر خدای نخواسته بالای زنبور یک حمله شود دشمن بیاید به طرفش، درست است؟ اینا چگونه میتونه از خود محافظت کنه؟ یگانه دشمنش از گاو زنبور است. در زنبور است میتونه 10 دونه گاو زنبور میتونه مثلا فامیل زنبور اصلا طلب بوده و زنبور اصل چگونه دفاع داره؟ دفاع اونا حمله میکنن، دستشون حمله که میکنن هم کشته میشن هم چی میشه دشمن طرف از طرف تلفات زنبور اصلا زیادتر است نسبت از زنبور گاو زنبور کده میباشه دیگه. و دیگه هر کدامشون مثل قصر پاشوی کاش انسان از این زنبور اصل تجربه میگرفته، تجربه که از زنبور اصل میگه بهتر بود. سالی صاحب اصل ها و گل ها فرق میکنه. اصل ها کی هست که با گل ها سنجی رقم است، مثلا از گل آفتاب پرست علایده میباشه، هر گل اصل فرشه. بعض اصل که سخت میشه و چون که سخت میباشه با رطوبتش تعلق داره. اونجا همکار ما چای باش متفق کرده که اصل هم نوش جان کنین دربارش اصل ما هم روش صحبت میکنیم ان شاء الله. و چی یک گپ عالی را گفت که اصل با گل ها فرق میکنه و متن دیگر ما گفتم که در بین خطر اصل است دوستا. خب
تقریبا عزیز اینجا یک موضوع در نخست بر ما گفتی که گفتی تلک داریم، درست است؟ به خاطر گو زنبور و همو دشمن زنبور اصل. اگر بر ما رو نشان بدی که او چه قسم یک چیز می باشه و دوستای ما هم پیشون سوال پیدا نشه. به به این تلک گاو زنبور است. وقتی زنبور است در اینجا میدروه بود اینجا بند میمونه، اینجا تلف میشه بود اینجا. اینجا البته گوشت و دیگه از مرغ چیش میندازیم ما گاو زنبور که وقتی باید وقت پیدا نمیکنه این بالا میبره، بالا که برآمد بعد از این باز دیگه گزیده نمیتونه. بسیار خوب. اینجا یک دانه گرگ است. گرگ است به خاطر اینکه از نگاهان خود فرم می باشه و دیگه بهتر است و دیگه خوبتر می باشه اینجا. مرا ترسان و دیگه گرگی که هست دو نسل است. بیا که گرگ هم یک بار ببینیم که بسیار زیاد دو نسل است. یک گرگ وحشی زنبور وطنی، نسل شدگی است، این بریدینگ است. بریدینگ نسل دو نسل است. میتونه نفر چیز کنه، آگار کنه. دو نسل است. نسل وحشی امروی خانگی یک جور شدگی است و دو صدا داره. یک از طرف شب صدای گرگ وحشی است، روز خانگی است. این معجزه خداوند پاک است دیگه. چون که علم بسیار پیشرفته شدگی است. اینا با خودت عادت داره؟ یا امروی عادت داره و دیگه سیاست صرف نگاهان فرمو می باشه میشه می باشه. اگر از طرف و شما ببینید که قسمی که میبینید این زردالی‌های که هست که چیزا هست که نه هم میگیشن از نگاه پولینیشن است، گردافشانی زنبور اصل است. این تو اصل بلند بردگی است. بله ان شاء الله که زردالوا بخیر پخته شوه. پخته شده؟ بله میتونید. به این دوستای عزیز، کسایی که میگن زنبور در مثال خطر داره، مشکلات داره، اما این تو زیبایی ها هم داره که حاصلات بلند میبره و همچنان تولید عسل میکنه. میتونیم مثلا اگه زنبور عسل باشه شما میتونین 5 کیلو بادام بگیرین. اگه زنبور عسل باشه 5 کیلو میتونین، اگه زنبور عسل باشه 50 کیلو بادام میگیرین. این حاصل بلند میبره. از یک گل در دیگه کسا گل نر ماده داره، وقتی زنبور عسل شش القا صورت میگیره، باردار میشه. بیننده های گرامی بزرگوار، کسایی که ما را از چینل افغانلند بیننده هستین، خیلی سپاسگزاری میکنم از شما که ما را حمایت میکنین و برنامه را دیگه از فارم عسل آغاز کردیم و با طغرل عزیز که راجع به زنبور گفت، راجع به تولید عسل گفت، راجع به تکثرش گفت و راجع به اینکه یک زنبور چقدر وقت میتونه زندگی کنه بر شما ایزا معلومات داد و این هم چی میگن حاصل از نگهداری زنبور که یک فارمدار چقدر زحمت را متقبل میشه تا ای که حاصل به دست میاره. و با طغرل عزیز میریم به داخل دیگه. بینندگان عزیز ما برشون اگر اصل از هر جای میخرن برشون معلومات میتیم، یعنی چطور بفهمن که اصل خالص است خالص نیست، یک چند چیز است از تجربه خودم است برشون یادآوری میکنیم برشون. بسیار خوب، میریم به داخل باغ. بله و سعی کنین دوستا که اصل دیگه واقعا شفا بخش است. قرآن شریف ذکر جایز 77 مرض فایده داره. اصل تنها خورده نمیشه، سالی سال میتونیم اصل امروی خرما بخوریم یا امروی شیر بخوریم به خاطر چیز است، پوکی استخوان است. امروی چهارمغز بخوریم به خاطر مغز بسیار خوب فایده داره. امروی سیادانه خیلی تشکر. سلامت زنده باشین. میریم به داخل باغ. خب از دل بازم شما بسیار خوش آمدید میگم و در مرحله آخر برنامه رسیدیم که میخوایم عسل خالص و هم ناخالص را بر شما اجازه تست کنیم که چگونه تست میشه. قسمی که میفهمین طغرل عزیز سالهای زیاد را در همین بخش کار کرده و با رسانه های متفاوت که در نخست گفتم دید و بازدید داشتن و معلومات را شروع کردیم از خود عسل و که زنبور عسل چی فواید داره، که عسل به خاطر مشکلات البته گفتیم نه بیماری های روماتیسم است و مشکلات دیگه که برای ما رخ میده، البته فواید هم داره و زیان داره یا خیر؟ بسیار فایده داره. بازم سلام مجدد به دوستان عزیز است و خودداری نمایید از اصلایی که تقلیبی است، دست فروشی است، اکثرا در بازار است دست فروشی میکنن. یه اصلایی که است کود کیمیایی می باشه و دیگه از مواد کیمیایی جور میکنن و بعضی که اصلایی که است که بعضی جای دیدن میشه دیگه اصلا که مثل که زنبور شکر میته پس شکر میکشه. و از برندگان محترم میخوایم که مثلا اگر مثلا که شما خریداری میکنید یک سی تست از نظر خود مثلا یک تست شروع کنیم. یک تست دیگه مثلا شما اصلا که اینجا به این شکل میگیرین وقت که نمیشه شکل اصلا میندازین. بله
میتونید در توش پیپر یا کاغذ دیگه ببرین این طرف کار که چه کردین سکنین نبرامد اگه اصلا که تقلبی بس مثلا شکر تغذیه که اینجا نمیبره دیده نه یعنی سکن نبرامد خشک خالص دیده نه یعنی فهمیده میشه که این اصل خالصه یگان تا نگویه که والا فرمدار شاید بعد فایده خود بگه باش که من میره بر دوستان شما بودم که دوستا واقعا این ما خواهی نمیجه امیالا پچکک دارم که اصلا که شکری باشه نمت تیز نم میکنه سکن نبرامد این سکن پاک صفا این دیگه چیزه قدم اول قدم دوم است مرحله اولش مرحله دومش است ما میتونیم اصل پرتیم ما اصل سکن دک او نمیشه سکن هر قدر که نو کنه نمیشه سکن اون تو سوش دیگه سنه و یک کاف هم نمیکنه چیز هم نمیکنه سکن اصل شکری باشه اصل مواد کیمیایی باشه یا میکنه سکن خودش تو ماندگی سنه تو تقرل عزیز یک بار برام لطف کنم میخوام این مراحل خود انجام میدم ما به دوستان انجام مرحله اولی بود مرحله دوم واقعا دوستا این خب من حل نمیشه شور میدم که اصل حل نمیشه بسیار مرحله بعدیش است مو اصلا میگه اولا بر ما بکنیم وسیله برام چی است ریفوکتیمتر است ریفوکتیمتر است وظیفه‌ش است تست است اینجا است که ما خدمت هستیم ما خیلی تشکر از جایی که میخواین اصل خالص و اصل کوهی اصلای متفاوت را به دست بیارن فقط آدرس تغرل جان خو گرفتن که تغرل نقشبندی فقط در گولایی غلام ولایت بلخ قریه شیرآباد تولید وطن افتخار وطن است چرا که از تولید وطن استفاده کنن بهتر است و دیگه نتیجه خوبتر میده سالی صاحب خان تشکر سلامت این تغرل عزیز بر ما چای هم آورده عسل هم آورده و این نام خود سکن میوه را ببینید این همش گردشانی بلند بردن و اثرات است دیگه تشکر سلامت زنده باشه اما اصلایی که در کندو بود بخیر چی وقت اینه میره از صندوق بیرون میکنین و به فروش میره ولایت بلخ است دوری اصل کشی ما سرطان میباشه دیگه اینجا در منطقه شیرآباد ما سرطان اصل کشی میکنیم اسد سنبله میتونیم از چارکند استفاده اصلش میکشیم ما سرطان در خود ولایت بلخ اصل کشی مثلا فعلا که به خودتون معلوم است نو گلها شروع شده است بعض منطقه است حال گل افتادپرست میباشه بله خیلی خوب ما سرطان دیگه باز ما را تماس بگیرین که بیایم سعی کنیم که چگونه از اون جبهه ها پروسس میکنه خوش اومدین در خدمتتون هستیم دوستان عزیزان ما در خدمت میباشیم و لایک کنند و دیگه در خدمتشان هستن افغان نیست دیده میشن بیننده باشن بله تشکر سلامت زنده باشید تقرل در آخر اگر کدام گفتنی پیام پیشنهاد انتقاد داشته باشی اینی مایکی کاملا تشکر زنده باشین سالی صاحب ما خوش شدیم ما یگانه از دولت تقاضا داریم تا بالا بر ما کسی کمک نشده یگانه مشکلات ما است دیگه کوشش کنن که از تولید وطن افتخار وطن است می استفاده شود و دیگه از گمرک‌ها زنبورایی که آریزی مرض دارن دیگه از گمرک تیر نشود اثرات تقلبی را جلوگیری شود دستفروشی است اکثرا اثر تقلبی است در زنبوردارا بسیار ضربه زدگی است و از همه مهم است دواپوشی منطقه است و کسانی که از دیاقینا باغدارا خواهش مندیم که مثلا جایی که زنبور اصل باشه دواپوشی صورت نگیره تشکر از شما یک جان تشکر خوش اومدین آقا صاحب سپاسگزاری میکنم از تغرل نقشبندی که برای ما همچنان زنبور اصل را معرفی کردن که چند رقم اصل وجود داره زنبور چند رقم است و مرحله تستش را همچنان برای ما به تصویر کشیدن که اصل خالص را از ناخالص جدا کردن آدرس تغرل جان هم دوستا گرفتن تا برنامه بعد یک مکان دیگه که باز هم من مطیع صالحی در خدمت شما بزرگوارا قرار میگیرم و ها موضوعی که فراموشتان نشه و فراموش همچنان نشه شمایی که دوست دارین ما از هر نقطه افغانستان تصویر بگیریم میشه بر ما کامنت کنین نظریات خود را بر ما بیان کنین تا ما به اون منطقه سفر کنم با همکارم نهایت عزیزم دکتر فراد حفیظ‌زاده برم به اون منطقه و زیبایی های اون منطقه خوبی های اون منطقه و اگر زشتی هم داشت به شما به تصویر بکشم تا برنامه بعد بدرود